مرغ، مرغابی و موش. بود نبود مرغ و مرغابی و موشه بود. مرغ و موش و مرغابی همراه زندگی میکردند. مرغ روز این طرف و اون طرف رفته کمک گندم یافت و خرسند شده قط کنان به نزد همراهانش آمد. گندم یافتم، گندم یافتم. ارد کردند در کار. کی به آسیاب میبرد؟ من نمیبرم، غوغا کرد مرغابی. من هم نمیبرم، گفت موش. مرغ خودش گندم رو به آسیاب برده ارد کرد. اکنون ارد رو کی به خانه میبرد؟ بالهایش رو افشانده گفت مرغ. من نمیبرم، تنبلی کرد مرغابی. من هم نمیبرم، عیاری کرد موش. مرغ ناعلاج ماند و خودش ارد را به خانه آورد. کی خمیر میکند؟ باز پرسید مرغ. من نمیکنم، یک روی کرد مرغابی. من هم نمیکنم، خمیازه کشید موش. مرغ ناعلاج ارد را خمیر کرد. کی هیزم میشکند؟ کی تنور را میتفساند؟ التماس کرد مرغ. من هیزم نمیشکنم، غوغا کرد مرغابی. من تنور را نمیتفسانم، خود را به خواب زد موش. مرغ علو کرد و تنور را تفساند. کی نان را به تنور میچسباند؟ پرسید مرغ. من نمیچسبانم، میترسم، گفت مرغابی. من هم نمیچسبانم، گفت موش. مرغ نان را به تنور چسباند. نانی صبح سرخ گرمک و به مزه را کنده برای دسترخوان پهن کرده پرسید کی نان میخورد؟ من میخورم، خوشحال شد مرغابی. من هم میخورم، گفت موش به دسترخوان نزدیک شده. نه، شما نان نمیخورید، برای آن که در این کار حصه نگذاشتید. رو آورد به آنها. مرغ و همراهان کارگریزش را به سر دسترخوان راه نداد. سوالها از افسانه مرغ، مرغابی و موش. سوال یکم: مرغ چی یافت که خرسند شده همراهانش را به نزد خود دعوت کرد؟ سوال دوم: مگر همراهان مرغ برای گندم را به آسیاب بردن و ارد کردن به او یاری دادند؟ سوال سوم: مرغ چرا موش و مرغابی را بعد پختن نان به سر دسترخوان راه نداد؟ سوال چهارم: از این افسانه چی خلاصه برآوردید؟ خوانندگان عزیز، افسانه یک ژانر عجیب ادبی است که ذهن و اندیشه را انکشاف می‌دهد. خیالات انسان را رنگین می‌کند، زبان مادری را می‌آموزد، دانش و بینش آدم را رواج می‌دهد. در نهاد شما بهترین خصلت‌های انسانی را می‌پرورد. شاید شما این افسانه را پیشتر شنیده اید، اما شنیدن کی بود مانند خواندن. شما کتاب افسانه ها را دریافت نموده خوانید. افسانه با یک بار و دو بار و سه بار گفتن و شنیدن و خواندن به آخر نمی رسد. افسانه خوب مثل شعر ناز تکرار به تکرار خوانده و گفته و شنیده می شود. هر بار به کس لذت و حلاوت دیگر می بخشد. اگر کتاب افسانه ها داشته باشید این خوب است. کتاب ها را ورق گردانیده رسم هایش را تماشا بکنید. رسم ها را شرح و ایضاح بدهید. معنی کلمه های برایتان نو را از پدر و مادر و برادر یا خواهرتان بپرسید. آرزومند موفقیت شمایم عزیزان.